بریم که آموزش باز کردن هدیونت خودرو W211 رو بهتون آموزش بدم. از اون خودروهاست که من خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی ابزار کم میخواد برای باز کردن، خیلی هم مزه میده. میری بالا اینجا رو، خب یه دونه پیچ اینجا داره، باز میکنی سردنده در میاد. این پیچ رو نگاه کن میبینی میچرخه، باید باز بشه. آفرین دیدی؟ نگاه الان این بری بسته است، این بری باز میشه در میاد. یه لحظه اسمشو باز کنم. خلاص. خب اینجا هم دو تا دونه، البته با چسبوندنش، دو تا دونه خار داشته. نفر قبلی بیرحم بوده، خارا رو ترکونده. این دو تا تیدا در میاد از اینجا بیرون. خب اینجا هم که اینو که در آوردیم، این سوکتش اینجا داره بده به چرخ نمیشه. این اینطوری باز میشه، به این حالت میاد بالا. دیدی؟ اصلا چیز نیست، خیلی خوشگل. ریموتش هم بزنم اینجا. دو تا پیچ هم این زیر اینجا داره. البته این پیچ نداره، چرا نبستن اصلا پیچشو؟ آره این پیچشو نبستن. دو تا پیچ اینجا داره، TBCه و حتما تو فابریکیش یادتون باشه از اینجا باز میکنید. دو تا ریل داره میاد تا پایین، بعد ضبط کشویی میاد بیرون. برای باز کردن این نوار اینجا نشون بده. نگاهش هستتون میذاریم پشت، این هول میده. ببینید این یه خورده رفت اون بر. خیلی خوشگل از این قسمت همش در میاد، همش گوشه. تمام خلاص. حتما اینو یه نکته داره، یه ذره که میری جلو بعد دوباره هولش میره سمت درب شاگرد و در میاد بیرون. می‌بینی اون پیچ TBC رو، این پیچ TBC این یه پیچشه، یه پیچم این ور داره دوباره. دیدی TBC رو؟ اینو باید باز بشه، دو تا ریلا میاد پایین، رادیو پخش میاد بیرون. این همون دو تا پیچه هاست. اینجا رو نگاه کن، این که داری شما باز میکنید این ریلا رو میبینی داره میره بالا، این میره بالا، رادیو پخش از اینجا که قلاب شده پشت این راحت در میاد بیرون. خلاص.